سلام 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 خدمت تمامی شما آشپزهای با سلیقه. امروز در خدمتتون هستم با یکی دیگه از آموزش‌های مامان پز که آموزش پیراشکی سیب زمینی هستش. مطمئنم که اگه امتحانش کنین به روش مامان پز خیلی خوشتون میاد. بریم انجامش بدیم. برای این کار نیاز داریم به 5 تا سیب زمینی که از قبل من پختم آماده کردم و الان می‌خوایم پورش کنیم. اینجا وقتی که سیب زمینیمون رو پوره کردیم یه عدد تخم مرغ داریم که تخم مرغمون رو میشکنیم داخل سیب زمینیمون. یه قاشق چای خوری هم بکینگ پودر داریم که باهاش قاطیش میکنیم. ما آردمون رو 300 گرم در نظر گرفتیم ولی کمتر بیشترش رو بین کار خودتون متوجه میشید. حالا فعلا من یه مقداری بهش اضافه میکنم چون سیب زمینیمون نباید به دست بچسبه. بعد انقدر آرد اضافه کنیم که به دستمون نچسبه. اینجا دیگه با دست همش میزنیم. یه مقدار نمک هم بهش اضافه میکنیم. اندازه یه قاشق مربا خوری. تو این مرحله من یه مقداری جعفری داشتم که اینو خرد میکنم. ریزش کنیم همه رو. این جعفریمون رو بعد ریز ریز خرد کنیم. به خمیرمون اضافه میکنیم. و دوباره همش میزنیم. اینجا بقیه آردمون هم اضافه میکنیم. باید اینقدر آرد بزنیم و همش بزنیم که به دستمون نچسبه. خب وقتی که دیگه خمیرمون به این حد رسید که دیگه به دستمون نچسبه یه مقدار آرد میپاشیم زیرش توی ظرف دیگه و خمیرمون رو ور میداریم و میذاریم داخل این ظرف تمیزمون. روش رو یه مشمع یا سلفون میپیچیم میذاریمش توی یخچال یه 20 دقیقه توی یخچال استراحت کنه تا ما بقیه موادمون رو آماده کنیم. خب برای مواد میانی پیراشکیمون یه پیاز داریم، پیاز متوسط داریم که خردش میکنیم. یه سری پیازچه هم داریم، پیازچه همون رو خرد میکنیم. یه دونه حبه سیرم داریم که اینو ریز خوردش میکنیم. اینجا چند تا دونه قارچ هم داریم که اینا رو هم خرد میکنیم. یه فلفل دلمه داریم که خردش میکنیم. اینجا یه گوجه هم داریم، گوجه‌مون هم خرد میکنیم. وقتی که روغنمون داغ شد پیازامون رو به روغن اضافه میکنیم برای اینکه تفتش بدیم پیازو. اینجا سیرم بهش اضافه کردیم، هم میزنیم تا سرخ شه. وقتی که سیر و پیازمون رو تفت دادیم نوبت گوشت بوقلمونمون میرسه که اضافهش کنیم به بقیه مواد.
الان پیازشمون رو اضافه میکنیم. به همراه فلفل دلمه. اینجا گوجه هم داشتیم که گوجه‌مون هم اضافه میکنیم. یه مقدار قارچ هم داشتیم، قارچمون هم اینجا اضافه میکنیم. خب اینجا ادویه هامو اضافه میکنم دیگه. موادم قشنگ تفت داده شده، حالا سرخ شده خوب. حالا نوبت ادویه هامه. ادویه هام که بهتون قبلا هم گفتم زردچوبه بودش، پودر کاری یه قاشق چای خوری از هر کدوم، پودر آویشن، یه مقداری فلفل سیاه که اینا رو قاطیش میکنیم. از طرفی هم نمک داشتیم، پودر باربیکیو و پاپریکا داشتیم. اینا رو هم اضافه میکنم و همش میزنم. میذارم با ادویه هام هم یه مقداری تفت داده بشه. ما اینجا روغن اضافه نمی کنیم، چون روغن اگه اضافه کنیم اون موقع که میخوایم موادمون رو داخل پیراشکیمون بذاریم یه خورده شاید پیراشکیمون خراب شه. به خاطر همین سعی میکنیم خیلی روغن داخل این مواد پیراشکیمون نریزیم. همینجوری خوش خوبه. با همون روغن اولیش سرخش میکنیم. الان مواد داخل پیراشکی آماده است و میذاریم زیرش رو خاموش میکنیم، میذاریم خنک بشه. اینجوری که میبینید خمیرمون رو بعد 20 دقیقه در آوردیم از توی یخچال. یه مقداری آرد میپاشیم. خمیرمون رو میندازیم روش. حالا چونه میگیریم خمیرمون رو. چونمون رو باز میکنیم. خب یه ظرفی از قبل آرد پاشی میکنیم. این چونه رو که باز کردیم داخلش میذاریم. یه چونه دیگه مونم باز میکنیم. قشنگ گردش میکنیم. و به 4 قسمت تقسیمش میکنیم. مواد پیراشکیمون رو داخل پیراشکیمون میذاریم. لایه بعدی خمیرمون هم روش میندازیم. لبه ها رو به هم دیگه میچسبونیم و دوباره از وسط خط میندازیم. لبه هاش هم با چنگال حالت میدیم که از همدیگه وا نره و مواد پیراشکیمون بیرون نریزه. خب آماده است برای سرخ کردن. میبریم که سرخش کنیم. خب
روغنمون رو گذاشتیم روی گاز، داغ شد. حالا پیراشکیامون رو میندازیم داخل روغن تا سرخ بشه. هنوز جا داره که سرخ شه. خب پیراشکیامون سرخ شده. اینا رو ور میداریم، روی یه دستمال میذاریم که روغناش گرفته بشه و آماده است برای سرو کردن. خب همونجور که میبینید پیراشکیامون آماده شده. امیدوارم شما هم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. خب الان میخوام داخل پیراشکی ها رو نشونتون بدم. یکیشون رو ور میدارم که داخلش رو ببینیم. بازش میکنم و همونجور که میبینید داخل پیراشکیمون کاملا پخته. ببینید دوستان، از اینکه همراه ما بودین سپاسگزارم و ازتون میخوام برای خوشحالی منم که شده یه قلب قرمز به من هدیه کنید، یه لایک هم ما رو مهمون کنید و اون دکمه زنگوله رو فعالش کنید تا از آموزش‌های ما با خبر بشید و نظراتتونم برام بذارین. دوست دارم بدونم از کدوم کشور دارید ما رو میبینید و ممنونم.